خب، آماده اید که رمز و راز نوشته‌های باستانی رو کشف کنیم؟ بیایید با هم خط میخی رو یاد بگیریم. اونم سری. خط میخی یکی از قدیمی‌ترین روش‌های نوشته که توی بین‌النهرین باستان استفاده می‌شده. مثل این میمونه که بگیم پدر بزرگ الفبای امروزی ماست. اول، بیایید با چیزهای ساده شروع کنیم. الفبای میخی از علامت‌های مثلثی شکل درست شده. یه جورایی مثل کشیدن مثلث‌های کوچیک روی خاک رس. مثلا علامت آ مثل یه مثلث کوچیکه که نوکش پایینه و ب 2 مثلث کنار همه. آسون بود، نه؟ میدونستید که معنی خود کلمه میخی گویی شکل هست؟ اینم یه نکته جالب برای اینکه دوستاتون رو شگفت زده کنید. فقط با کمی تمرین میتونید نوشته‌های باستانی رو خیلی زود بخونید. پس یه تیکه خاکرس یا یه دفترچه بردارید و شروع کنید به تمرین کردن این علامت‌ها. کنجکاو بمونید و یادگیری خوبی داشته باشید.